دایی تقریبا 3 لک دلار ما سرمایه گذاری کردیم که در رنگ تعمیرات استفاده میشه، همچنان در لاینای برق استفاده و کاربرد داره و همچنان در پلاسکوبا، قاب و کاسه و غوری و ایگپام استفاده میشه. چیزایی که از پلاستیک خب این خشت ماشین میکشه با می شکل و با می رقم. این ماشین میکشه، باز ای که خشک شد به هفته هم میمونین که خشک شد و بعدش باز میبرین به داش میبرین. بله. دیگه تقریبا 35 نفر کارگر داریم ما اینجا. سنگ زیر از وردک میاریم یا تولید میکنیم. سامانات آلات ما از چین آوردیم. بسیار خوب. این چاک برای چی استفاده میشه؟ چی کاربرد داره؟ برای چیز است، پودر کلاشویی هم استفاده میشه و نلای پلاستیک که به تشنوبا کار میشه، این هم ازش استفاده میکنه. رنگ تعمیراتی از امی لاین برق مغان که جور میکنه فابریکا خود ما از ما میبره، ایزگام میبره دیگه، در بسیاری چیز از استفاده میشه. بسیار خوب. دوستای عزیز، قسم کاجی صاحب گفت که در کاغذ باب استفاده میشه، در رنگ تعمیرات استفاده میشه، همچنان در لاینای برق استفاده و کاربرد داره و همچنان در پلاسکوبا، قاب و کاسه و غوری و ایگپام استفاده میشه. چیزایی که از پلاستیک جور میشن، ساخته میشه، این نمیاد کلش از این پودر ما استفاده. شاید 1% کم باز استفاده شد. یا 70 در باز چیزا 20% از 20% شروع تا 80% مندازنی. بسیار تشکر. از خشک است، بازی کار نمیده. اگر بازی را از وردک میاریم که چرب است، که دم هر چیزی که مفته یک چیز میکنه، لاین برق هم از این جور میشه. در پودر کلاشویی چی کار داره؟ یا را پاک میکنه؟ از همین جور میشه، میبرن مردم. پودر کلاشویی. بله. رنگ ساختمانی هم از همین جور میشه. خب بسیار خوب. چقدر سرمایه گذاری کردین آقای صاحب؟ یار تقریبا 1.5 لک دلار سرمایه گذاری کردیم. بسیار خوب. برای ما صاحب طرف داخل فابریکا چطور است؟ کاربارتان فایده میکنین و تقاضا چطور است پیرامون از این مواد در کابل؟ چقدر مردم تقاضا داره؟ بازارش چطور است؟ خوب است. بازارش خوب است. سابق که بود از پاکستان می آمد این مواد. خب دیگه بسیار به قیمت بلند می آمد که هر تن ازی به حساب 100 دلار سودا می شد. مگر مال فضل خدا که ماشین ها دیاره که ما آوردیم حال خوب است. تقریبا تن 3000 4000 تا سودا می‌کنه. بسیار خوب. دوستان عزیز، شما تصاویر از این فابریکا را ببینید، صحبت‌های ما ادامه داره. حاجی صاحب، این سنگ اینجا میاریم به این ماشین مندازیم. این ماشین به نام چی است؟ ماشین کرش است. کرش است که عمل میکنه باز بیشتر بالا ببره. کدام اندازه این ماشین کرش این سنگ خرد میکنه؟ ببینید. یعنی تقریبا بعدش باز میره با ماشین دیگه میره بالا. خب باز اون ماشین بعد با ذخیره میده، ذخیره باز ماشین. این ماشین کرش سنگ به اندازه چهارمغز خرد
میکنه؟ اندازه خورد میکنه؟ اندازه نخود ماش یا نخود خورد میکنه و بعدش باز میره به ماشین سیومی باز از او پودر است پودر رو یا مثل آرد واره میدهش میکنه. میده تر خب بسیار خوب. تقاضای از این مواد در بازار کابل چطور است؟ تنها به کابل میره و ولایت ها میره قندار هم رایی میکنیم مزار هم کندوز زویرات یا همه جای دیگه بسیار خوب. این مواد فابریکی از این مواد تنها در کابل است، همین پیش شماست یا در دیگه ولایت ها هم هست یا در کابل دیگه فابریکا هم هست؟ فرض حال دمی کابل است تقریبا 22 فابریکه در کابل داریم. بسیار بسیار. چند نفر همراهتان کار میکنه در این فابریکه؟ ما 13 نفر کارگر داریم. بسیار. یعنی همین سرمایه گذاری را که در این بخش کردین الحمدلله راضی هستین؟ بله بله. شکر. بخیر باشین. حاجی صاحب در کار و بارتان برکت. بسیار زیاد تشکر از معلومات. سلامت باشین. سلامت باشین. دوستای عزیز، ما آمدیم در داش خشتپزی سفال که خشتای سفال اینجا پخته میکنن و تولید میکنن. حاجی صاحب میشه راجع به می خشت سفال و راجع به می فابریکه و کاروبارتان بر ما معلومات بدین؟ خشت سفال به حساب از ماشینایش از ایران آوردیم. بسیار خوب. دیگه اینمی تولید میکنیم. ایرا از گل جور میکنیم. بله از گل جور میکنیم. این گل باز در ماشین مندازی؟ گل از توسط ماشینای تراکتور که در ماشین مندازیم باز آسیا می از آسیا اینم تا آمده میره تا فرست اینجا. خب خشت میکشه باز کارگرای ماست میبره میدان خشک شد باز داش میبره. خب این خشت ماشین میکشه با می شکل و با می رقم. این ماشین میکشه باز ای که خشک شد به هفته هم میمونین که خشک شد و بعدش باز میبرین به داش میبریم. بله این داش پخته کردن خشت سفال مثل می داشای دیگه خشت آوارست یا فرق میکنه؟ نه همین چیز است. همین چیز است. صرف چندنش فرق میکنه که مسلکی داریم که بچنن پخته کنن. و در این فابریکه چقدر سرمایه گذاری کردین؟ چقدر کارگر کار میکنه؟ دایی تقریبا $300,000 ما سرمایه گذاری کردیم که ماشینالات یایشه از ایران آوردیم. بسیار. دیگه تقریبا 35 نفر کارگر داریم ما اینجا. بسیار خوب. و تقاضا بر خشت سفال در کابل چقدر است؟ چقدر مردم استفاده میکنه؟ و راجع به کیفیت خشت سفال اگر معلومات بدین که خشت سفال در تعمیرات یا در ساخت و سازهای مخصوص استفاده میشه یا میتونن مردم در ساخت و ساز خانه ها و بلند منزل ها از پیش استفاده کنن؟ یا خب بلند منزل است به خاطر که سبک است او آواز و یخیره همین پرده‌ای که در وسط داره اینم چیز یخ هم میگیره و از آواز هم بیرون چیزا نمیره. یا بلند منزل سبک هم است خشت. خب بسیار خوب. یعنی برای بلند منزلایی که زیاد منزلش بلند میشه این خشتا کاربردش به خاطر از این بهتر است که سبک است و فشار سر چپل و سر منزلای پایین و سر پایای بلند منزل قدر زیاد نمیه. راجع به کیفیتش بگوین این چقدر مقاومتش خوب است یا چی رقم است نسبت به خشتای دیگه؟ مقاومتش خوب است. چرا که در ایران و ترکیه و یا کلگی امیر کار میکنن. دیگه فابریکای ما یعنی یک 2 سال شده که آمده اینجا. خب سابقی خشت از کجا میامد؟ سابق از این خشت کس کار نمیکرد. خب حال استفاده و کاربرد از این خشت زیاد شده؟ بله نسبت به سالهای اول حال بسیار زیاد شده. در مجموع راجع به کاربارتان برام بگوین که چطور است کارتان، یعنی ساخت ساز کارهای ساختمانی چطور است و شما حالا خب فصل زمستان از کارتان متوقف است یا هنوز هم مردم تقاضا داره؟ نه خوب است، کار خوب است. بعضی ساختمان‌ها امسال هوا یک ذره خوب، زمستان هیچ ما چیز نکردیم، موترای ما برده میرفت، کار توقف نشده. بله بسیار بسیار خانه و کارت 4 اینجا را میشه وقت مازم اینجا. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب از معلوماتتان. در کار و بارتان برکت.
دوستان عزیز، از توجه و همراهیتان جهان سپاس. امیدوار هستم برنامه ما طرف توجهتان قرار گرفته باشه. شما تولید مواد چاک یا پودر سنگ هم دیدین و دیدین که در کدام موارد در کدام عرصه ها کاربرد داره و همچنان تولید خشت سفالی را هم دیدین و خشت سفالی در کشورهای دیگه معمول بود. در افغانستان یک تجربه نو است و قسم که صحبت های آجی سیبه شنیدین نتیجه خوب داده و این خشت نسبت به خشت عادی بزرگتر است، 2-3 سایز داره. خشت خردش 7 افغانی تمام میشه، خشت بزرگش هم 10 افغانی و ویژگی های خشت هم فهمیدین که یکی مقاومتش بیشتر است، خشت محکم است، زیاد پخته میشه و در ضمن سبک است. صدا و هوام از این خشت میگن که عبور نمیکنه، گرمی و سردی هم عبور نمیکنه. آهسته آهسته انشالله افغانستان به طرف خودکفایی بره و این فابریکاتی تولیدات باعث از این میشه که در عرصه اقتصادی و ساخت و ساز پیشرفت‌های خوب ما و شما داشته باشیم. با امید روزی که افغانستان یک کشور تولیدی صنعتی و از لحاظ اقتصادی با پای خود بیسته و محتاج کشورهای همسایه منطقه و دنیا نباشه. حاجی صاحب، از راهنماییتان، از فرصتتان که به ما دادین یک دنیا تشکر. به خیر و سلامت باشین. سلامت. تشکر که تا به اینجا زحمت کشیدین. به خیر باشین. وظیفه ماست. دوستان عزیز، ما در تلاش خود بودیم تا از پیشرفت‌ها و تولیدات و زیبایی‌ها و خودکفایی‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی کشور با شما برنامه‌های گوناگون داشته باشیم. تا بعد، خداوند حافظ ناصرتون.